بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. الله أكبر ولله الله أكبر ولله الحمد. روز بخونم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على النبي الأمي. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الله را چطوری سپاس بگوییم که ما را مسلمان کرد و امت رسول الله قرار داد. در خانه مسلمان الله ما را پیدا کرد و ما را قرآن مجید داد. قرآن را توسط افضل ملائک جبریل بر افضل رسول، افضل بشر، افضل رسول محمد رسول الله نازل کرد. این قرآن برنامه زندگی، نسخه سعادت و خوشبختی، نسخه آرامش، نسخه هدایت و نسخه رسیدن به الله، کلام الهی است. سخن الله، صفت الله است این قرآن مجید. چیز دنیوی نیست، مخلوق نیست. نمیشه به قرآن مخلوق گفت. آفریده شده گفت، ساخته شده گفت. چون کلام الله، وصف الله. و بهترین لحظه عزیزان همان لحظه است که در خواندن قرآن، در گوش کردن قرآن صرف شود. اون بهترین لحظه زندگیه. و آن جایی که قرآن
تلاوت می شود آنجا افتخار بر جاهای دیگر خواهد. آن جا بهترین جا، آن لحظه بهترین لحظه، آن انسان بهترین انسان. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. روایت سیدنا عثمان است، میفرماید رسول الله فرمود بهترین شما همان است که قرآن بخواند و قرآن را به دیگران آموزش دهد. اون بهترینه. سیدنا عمر از رسول الله نقل می کند رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم ان الله لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ان الله لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. الله به وسیله این قرآن ملتها را، ملتهایی را، گروههایی را، قومهایی را سربلند میگرداند، رفعت میدهد، به اوج عزت و سعادت و خوشبختی و راحت میرساند. و یضع به اقواما، و عده‌ای را الله تعالی به سبب همین قرآن نابود میکند، سرنگون میگرداند، پست میگرداند. اونا کیند گناه را سربلند میگرداند؟ کسانی هستند که ایمان دارند به قرآن، میخوانند قرآن را، میفهمند قرآن را، عمل میکنند به قرآن و قرآن را میرسانند. 5 تا صفت دارند: ایمان به قرآن، ادب و تعظیم آن، خواندن و تلاوت، فهم معنا. چی گفته الله در این قرآن؟ و عمل پیاده بشه، تو عمل، تو زندگی ما بیاد، زندگی ما قرآنی بشه، اخلاق ما قرآنی بشه، سیاست ما قرآنی، اجتماع ما، اقتصاد ما، جامعه ما، معاشره ما، معاملات ما قرآنی بشود. یعنی اینه که تو زندگی بیاد. تو این نسخه الله تعالی انسان را آفریده، نسخه برای هدایتش، برای شیوه زندگیش، روش زندگیش هم الله تعالی در نظر گرفته و آن همین قرآن مجید است و کتاب‌های آسمانی و این جامعه همه کتاب‌ها و کلام‌های آسمانی. لذا عمل کند و بلغ برسوند به دیگران، مبلغ باشه، داعی باشه. فرمود بلغوا عنی ولو آیه، از من یه آیه هم شما یاد گرفتی اونه برسونید، اونه تبلیغ کنید، اونه به دیگران بفهمانید. در این سعادتی که شما را نصیب شده دیگران را مشارکت دهید و اونه بعض دیگران را. الله تعالی این نعمت را به ما داده است. الحمدلله رب العالمین. در این مسجدی که به حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه منصوبه، البته پیش از مولانا ساخته شده ولی این بنا دیگه زیر سرپرستی شاگردان مولانا مخدومی هستش. بالاخره این کم موندن از شاگردان حضرت ما که طلبه هستیم جزئی و ضعیف. الحمدلله چند سال تقریبا به باور مولانا یادداشت مولانا عبدالمجید حنفی ایشون میگه 30 ساله، 31مین ساله که اینجا قرآن الحمدلله با 5 نفر با 10 نفر الحمدلله ولی ترک نشده. زمانی یک شنبه دوشنبه بود، گاهی مثلا امروز یک شنبه گذاشتیم، یک شنبه هم فلسفه آقای ریگی بود که اینجا نشستن فرمودن تبلیغی ها دوشنبه ها درس چی در گشت دارن، یک شنبه بگذارید که شاید بهتر بیان. الحمدلله تعدادی میان، فضل الله الحمدلله، و کم یا زیاد به هر حال الحمدلله میان. و این قبلا سوره پراکنده یعنی سورت های انتخابی میشد و حالا بعد از 84 آقای شیخ عبدالمجید میگوید که تقریبا 16 سال باید بشه که بالاستیاب یعنی از الحمد شروع شده
و امروز ختم شه الحمدلله و که تمام بشه دوباره شروع میکنیم یا زندگی ما یا قرآن ختم میشه در زندگی ما یا دیگری آن را ختم خواهد کرد انشاءالله. حسبنا الله و نعم الوکیل. الله تعالی امروز شما بیشتر تشریف آوردید عزیزان. الله تعالی حضور شما را، شرکت شما را در این درس قبول فرماید و غایبینی که از طریق فضای مجازی هم دنبال میکنند اونها را و همه ما را انشاءالله مستفید بگردانند. خود بنده محتاج ترین فرد هستند نسبت به تعلیم قرآنی و این درس. البته اونایی که تو فضای مجازی هستند و برای رسیدنشون اینجا مشکله، توصیه همیشه شده و هر از چندگاهی تکرار میشه این توصیه که نکنید یکی گوش کردن تفریحی هست، یکی به قصد معلومات، یکی به قصد عمله. بعد نوع گوش کردن هم فرق میکنه. یه وقتی آدم لمیده و تکیه زده با درازه و کمی گوش میکنه و اگر سیگاری هم فک میکنه میزنه و یه وقتی بالاخره اگر آب میوهی هم میخوره و گپی هم میزنه و کمی گوش میکنه. یکی این نوع گوش کردنه، یکی این نوع گوش کردنه که بر هر کلام الهی و مستقیم داره عرضه میشه با ادب، با وضو، با توجه و یه نسخه قرآنی مصحف هم جلوی خودش بگذاره، خط ببره. انشاءالله اون غایبین را هم الله تعالی که اینجا نیستن الله تعالی مستفید میکنه. هر قدر با عظمت، با تعظیم، با محبت، با نیت عمل این کلام الهیه. حالا یکی 10 دقیقه گوش کرد، حالا یکی کلش گوش کرد، گاهی نیم ساعت این درس ادامه میابه و 45 دقیقه بیشتر نمیشه. و هر اگر گوش کردن، نوع گوش کردن خوب باشه تاثیرگذار خواهد شد انشاءالله. و انسان سعی کنه که پیام بگیره و درس‌های قرآنی را و آیات قرآنی را نسخه سعادت تلقی کنه، نسخه هدایت تلقی کنه و آینه تمام نمایی برای خودش بپنداره که من کجا هستم. قرآن اوصاف را بیان میکنه من کجا هستم، چقدر به اینها عمل کردم و از الله بخواهد که الله تعالی از فیض قرآنی او را هر کسی گوش میکند یا میخواند این دعا را هم بکنه، طلب داشته باشه که الله ما را از فیض قرآن، از فیوز قرآن، از برکات قرآن الله تعالی بهره‌مند بگرداند. طلب خیلی مهمه. عاقبت سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. تو به هر حالی که باشی می طلب، آب می جو دائما ای خوشگلم، کان لب خشکت گواهی می دهد، کو به آخر بر سر منبع رسد. کسی طلب داشته باشه، صادق، طلب صادق و ادب کامل داشته باشه، الله تعالی او را می رساند به نعمت وصل خود، نعمت هدایت میرساند الله. و این کتاب هدایت عزیزان، همانطور که در آغاز سوره بقره فرمود که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، و اون همون هدایتی که بعد در اولین سوره که الحمد باشه ما خودمون مسئلت میداریم، اونم در نماز اهدنا الصراط المستقیم. بار اله ما را به صراط مستقیم هدایت بده. هدایت بده به یک معنی اینه که راه نشان بده و یک معنی اینه ما را گامزن بگردان، ما را ببر در این راه. یا الله ما را راه ببر، راه بنما و راه ببرم. استاد ما حضرت مفتی رشید احمد رحمت الله علیه مربی و شیخ ما بود میفرمود شما اهدنا را نشان دادن راه این معنی را هم خوبه، ولی شما اون معنی دوم مستحضر داشته باشید. اهدنا یعنی ما را ببر یا الله. به اردو میگن همکو چلا، ما را بر این راه یا الله ببر. مثل بچه‌ای که به پدرش میگوید که دست ما را بگیر و ما را ببر. تو مگو ما را بدن شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. وقتی الله طلب ما را ببیند دست ما را میگیرد.
الله ما را دستگیری فرما، ما را لحظه لحظه راهنمایی فرما، ما را یک آن یک لحظه هم به حال خود وا مگذار رب العالمین. اللهم صل علی النبی، رو درود بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن. این سوره فلق و سوره ناس دو تا سوره قرآن مجید زیاد شنیدید و همه تون تقریبا اینا حفظ دارید. و قبل از اون سوره اخلاص بود که هفته گذشته بیان شد، خونده شد اینجا. و این دو سوره عجیبند. الله تبارک و تعالی در این دو سوره یک خواص عجیبی گذاشته است. بزرگان میفرمایند که در این سوره ها الله تعالی آدمی را، انسان را آموزش داده که این سوره را بخواند. مسلمان مؤمن این سوره را بخواند از آفات ظاهری و باطنی حفاظت می شود. در این سوره در حقیقت این سوره بیمه جانه، بیمه ایمانه، بیمه حوادثه، بیمه زندگیه. بیمه یعنی تامین، امنیت دادن. بیمه را در عربی تامین میگویند. این ایمنی میدهد به انسان، حفاظت انسان در این است. لذا این سوره ها را حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خیلی مهم دانستند. صحابه میگویند، بارها شنیدید، صحابه کرام میگویند که این سوره ها را رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواند و فرمود که این سوره ها را شما هنگام خوابیدن هم بخوانید. امروزی مخصوصا که سکته ها و بیماری ها و آفات هایی هستند که در خواب دامنگیر انسان می شود. و فرمود هنگامی که برخاستید هم بخوانید. حالا این موقع خوابیدن خیلی هم از ما خوندن، ولی این که من فکر میکنم خیلی کم بودن افرادی که همین که بلند شد این سوره را هم بخونه. خب یکی دعای بیداری نه، الحمدلله الذی حیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. ولی حداقل یک بار اینا را بعد از برخاستن، اینا تو این روایت هم آوردند که تو هنگام برخاستن بخوانید. امام نسائی این روایت را آورده، امام نسائی تو سنن خودش. ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها عایشه صدیقه بنت صدیق میگوید که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم همین که احساس کسالتی میکرد، حالا سردردی، سرماخوردگی، بیماری، درد بدنی، حضرت صلی الله علیه و سلم این صورت ها را میخواند و بر دست خود دم میکرد و بر بدن خود میمالید. این نسخه شفای. ولی میفرمایند ام المؤمنین که آخرین روزهای زندگی وقتی حضرت صلی الله علیه و سلم کسالت از شدت گرفت و خواندن یک کمی برایش مشکل بود، من میخواندم. ولی من چطوری میخوندم؟ من میخواندم به دستای رسول الله دم میکردم، تو دست مبارک رسول الله، چرا که دست رسول الله برکت خاصی داره، اون در صاحبان اون برکت نداره. لذا من میخواندم، دم میکردم اینجوری و حضرت آن بر بدن خود میمالید و فرمود هنگام خواب اینا رو بخونید. و در بعضی روایت سوره کافرون هم اضافه آمده از تو روایت حدیث است و روایت صحیح هستم. و بعض فرمود که این را اگر کسی این سه سوره را، یعنی این دو سوره را به اضافه قل والله بخونه هر صبح و هر شام، یعنی بعد از مغرب، بعد از فجر، فرمود یکفی که من کل شیء، تو را کفایت خواهند کرد بیمه از هر چیز. مولانا ابرار الحق از خلفای مجاز تربیت یافته مولانا اشرف علی تھانوی بود. فرمود یک مدیر مدرسه ای بود در هندوستان، خطراتی داشت، دشمنانی داشت. من بهش آمد پیش من که به من یه نسخه بگو. معمولا مردم دنبال نسخه های نادر هستن. اگه من بگم من یه دعایی بلدم که از یک کتابی خوندم، در کتابی دیدم که خیلی از علما ندیدن، همه شما سعی میکنید که اون را از من بگیرید، درسته نه؟ ولی یه نسخه عمومی باشه مردم قدر نمیدانن و این یه نسخه عجیبه. فرمود من همین نسخه را، او دنبال این بود، خودش عالم بود، خودش خونده بود، دنبال این بود که من بهش یه نسخه شگفت انگیز، مؤثر و خاص و ویژه‌ای بدم. من گفتم تو همین سه تا سوره را بخون و 3 بار بخون. بعد از مدتی آمد
گفت که دشمنان من میگویند که ما هر وقتی بریم برای آسیب رساندن ایشون اونجا نگهبانانی هستن. گفت قسم خورد، گفت من نگهبان نداشتم. نگهبان چی؟ الله تعالی ملائکه مقرر میکند. الله قادر ولله جنود السماوات والارض، لشکر آسمان و زمین از آن الله، در اختیار الله و به فرمان الله هست. یعنی همینجوری بی توجه با حواس پرتی نه، با توجه و با یقین و با ایمان با تصدیق بخونیم. تصدیق خیلی مهمه، یقین خیلی مهمه. اون وقت این چیزها تاثیر میگذاره. همین 2 روز قبل که ختم پسر حاجی عبدالرحمن بود، درباره سوره فاتحه من عرض کردم که رسول الله فرموده که سوره فاتحه شفای از هر بیماری، ولی بزرگان گفتن برای کی؟ برای چه کسی؟ برای کسی که 1 شک نکند، 2 تصدیق کند. شک هم نکنه، بعد قبول داره که می مشکوکه، نه تصدیق بکنه، یقین داشته باشه، شک نکنه، شک نکنه، انکار هم نکنه، تست هم نکنه. یکی آمد پیش حضرت علی گفت که شما میگویید که الله تعالی حفاظت میکنه، که من تو چه خودشم میاندازم ببینم من حفاظت میکند یا نه. خدا را آزمایش نمیگیر، خدا را تست نمی کند، خدایی که انسان را آزمایش می کند. لذا تقبل که تصدیق یعنی یقین و باور خیلی مهمه. امروز ما فقر باور داریم، فقر ما فقر یقینه دیگه. فقر اقتصادی و غیره هم داریم، فقر امکانات، ولی فقر یقین، فقر باور، فقر ایمانی، فقر معنویت اینه که برای ما مشکل ساز شده عزیزان گرامی. ولذا وقتی این سوره رو میخونیم یا سوره فاتحه را، عرض کردیم که 41 بار سوره فاتحه رو بخونیم انشاءالله شفاه، ولی این سوره رو هم اضافه کنیم انشاءالله شفاه. ولی یکی میگه که من نه، کی گفته؟ این چیزی نیست، باور نکنه، به او فایده نمیرسه، چون از قبل انکار کرده دیگه. 2 کسی که به نیت تست و آزمایش بینن درست گفته مولوی صاحب یا نه. 3 میگونه اما شک و تردید داره، این نه، یقین کنه، باور کنه، انشاءالله تاثیر گذاره. البته دنبال اسباب ظاهری هم بره، سنت حضرت رسول الله دارو هم استفاده کرده، ولی در کنار دارو، در کنار اختیار اسباب ظاهری، اسباب مناسب، این کار را هم بکنه. و مخصوصا هنگامی که اسباب جواب دادن، اسباب میگن که نمیشه، پزشک گفت که آقا این دیگه کارش تمام شده، داروها دیدی اثر نمیکنه، یأس، ناامیدی، اون وقت انسان یقین کنه، باور کنه، اینو ترک نکنه، انشاءالله الله تبارک و تعالی فایده را نشان میدهد به انسان. به هر حال درودی میخونیم اللهم صل علی النبی الامی. حالا به ترجمه سوره ها میپردازیم، این که فضیلت ها بود. اللهم صل علی النبی الامی. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بر همه مهربان و خیلی مهربان. این ترجمه علامه محمد تقی عثمانیه که رحمتش بر همه دنیا، در دنیا بر همه ترحم میکنه، اما در آخرت مهربانیش به تکامل میرسه، ولی برای هر کس نیست، برای کافران نیست. در این دنیا میبینی الله تبارک و تعالی کافران را، ظالمان را هم میخوراند، اولاد میدهد، ظاهرا به هر حال ارتقاءاتی میدهد، اما در آخرت این رحمت کامل، به شکل کامل میشود، ولی فقط به بندگان خاص تعلق میگیرد، یعنی اهل ایمان، اهل یقین، اهل دین، موحدان. قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار صبح، من شر ما خلق. اول ترجمه سادهش میکنن، من شر ما خلق، از شر هر آنچه که او آفریده است، و من شر و از بدی و شر غاسق اذا وقب، تاریکی، غاسق تاریکی یا شب تاریک، و تاریک معنی تاریکی هم اذا وقب، و
وقتی فرا گیرد همه جا را. و من شر النفاثات فی العقد، و از شر دم کنندگان در گره ها، فی العقد در گره ها، نفاسات دم کنندگان. و من شر حاسد اذا حسد، و از شر و بدی فرد حاسد و هنگامی که حسد می‌ورزد، حسدش را عملی کند. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار آدمیان مردمان، ملک الناس پادشاه آدمیان مردمان، اله الناس معبود، کسی که مورد عبادت قرار میگیرد، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، از شر و بدی وسوسه اندازنده، وسوسه کننده، الخناس عقب رونده، الذی یوسوس فی صدور الناس، آنکه وسوسه می اندازد، وسوسه می افکند در سینه های مردم. برابر است که از جنه ها باشد یا از مردمان باشد. این من بیانیه این را میگم، از قبیل جنه ها باشد یا از قبیل مردمان باشد. این معنای لفظی سوره که تقریبا معنیش اکثر مسلمانان مستحضر دارند، این کلماتش معنوسه. الله سبحانه و تعالی در اولین آیه قل اعوذ برب الفلق، رب سفیده، رب صبح، صبح که آغاز می شود به اذن الله این صبح می آید. می فرماید در یک جای قرآن اگر من این شب را دوام بدم کیه که روز را برایتان می آرد؟ و شما مشغول فعالیت می شوید. اگر من روز را طولانی بگردانم و روشنی را بیشتر کنم، مدتش بیشتر کنم، کیه که برایتون شب می آورد که در آن آرام بگیرید، استراحت کنید؟ البته در قسمت هایی از دنیا شنیدید که روزها طولانی میشه، در قسمت های نروژ و اون طرفا مردم مجبورند یه تاریکی مصنوعی ایجاد کنند و به استراحت بپردازند، ولی در اغلب نقاط معتدل دنیا این شب و روز حالت طبیعی دارن. قل اعوذ برب الفلق، به رب فلق من پناهنده میشم از همه خطرها. به پناه رب انسان خود را، در پناه رب خود را که قرار بدهد، الله تعالی او را مسئولیت میدهد، الله او را تامین امنیت میدهد. و دیگر پناهگاه ها کاری نمیتوانند بکنند مگر آنکه الله در آن پناهگاه ظاهری مادی الله پناه بدهد، تا اذن الله نباشد نمیشود. به خاطر مولانا میفرماید در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. تا پناهی یابی آنگه چه پناه، آب و آتش مر تو را گردد سپاه. آب و آتش همه در اختیار الله هستند. آب غرق نمی کند، آتش نمی سوزاند، خطرها آسیبی نمی رسانند تا زمانی که اذن الله نباشد. لذا بدون اذن الله هیچ چیزی، هیچ کاری نمی تواند بکند. لذا اینه که ما خلق همه آفریده ها آمدند، آفریده های که ما میبینیم نمیبینیم، انسان ها، جن ها، موجودات، مرئی ها، نامرئی ها، من شر ما خلق، همه مخلوقات همه در قبضه قدرت الله هستند، همه در نفع رساندن و نقوه ضرر رساندن محتاج امر الله هستند. وقتی انسان به خالق مرتبط باشه، ما یه مثال خیلی ساده دنیوی مثلا میدونم. شما میرید در یک اداره، ولله المثل الاعلی، شما میرید در یک بیمارستان، اما رئیس بیمارستان با شما دوسته، او شما رو میشناسه و خودش شما رو طلب کرده، یا اون اداره نظامی پلیسی هر چی باشه، رئیسش، معاونش، شخصیت های بالایش، اونایی که فرمانده هن با شما هن. حالا یه سربازی از روی نادانی اگر چیزی بکنه و اون طرف داره میبینه، دیگه پروا اینو نکن، چون این هم من یه فرمان بدم تمام میکنه. شما گاهی دیدید دیگه همین سگا که خیلی دیدید که شبان پرورش میدهد و آموزشش میدهد و این
خوب واق میکند و آدم نوارد را میخواد که گاز بگیرد، اما همین که یه نهیبی میزند صاحبش و دمش چرخاندن شروع میکند و ساکت میشود. و در صورتی که یک مخلوقه، ممکنه تمرد هم بکنه، ممکنه سرباز تمرد بکنه که خود پرونده رو بزنه، اما خالق الله، مالک الله، حفیظ الله، لطیف الله، هیچ چیزی از فرمان حق خارج نیست به شرطی که به الله واصل بشه کاملا. لذا در پناه لطف حق باید گریخت، تو هزاران لطف بر ارواح ریخت. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ببینید این پدیده بزرگ، الله خورشید میاره سر وقت، چه رب عظیمیه. از وقتی که خورشید را آفریده، از وقتی که زمین را آفریده، این دقیق طبق برنامه حرکت میکنه. امروز من از مؤذن پرسیدم یه دقیقه اضافه شد به مغرب، گفت بله. دیروز مغرب 28 دقیقه غروب میشد، امروز 29 بود. مؤذن گفت که بله امروز 29. من تو ساعتم نگاه کردم دیدم بله 29 شد. نشد. یعنی کی محاسبه کردین؟ علما دانشمندان ریاضی و فلکیات این را محاسبه کردن طبق یک فرمول. این فرمول اون کی اینا را حرکت میده؟ ما تونستیم اینا کشف بکنیم، اون الله. این چقدر الله، چه این خورشید با این بزرگی، این ستارگان، این کهکشانه، همه در فرمان الله است. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پس به اون رب پناهنده شو از شر آنچه که او آفریده. و من شر الغاسق اذا وقب. دقت فرمایید، از شر غاسق، تاریکی هایی که اذا وقف فرا میگیرند هر جا را. چه تاریکی هایی؟ خیلی جالب فرمودی که از بزرگان ما، حضرت شیخ عبدالقادر که فرزند شیخ ولی الله، ایشون حضرت شیخ عبدالعزیز هم اشاره میکنن تاریکی های ظاهری. خوب این تاریکی هم عوارض دارن دیگه، آدم تو چاله ها میفته. تاریکی های باطنی درونی، اون تاریکی ها بدترن. فرموده در قرآن فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. این دیدگان ظاهری، این چشمای ظاهری کور نمیشوند. بسیاری کورند ولی خیلی آگاهی دارند، ولی اگر چشم دل کور بشه مشکله. ولكن تعمى القلوب، اون کو چشمها کور میشوند، اون دلها کور میشوند که فی الصدور در سینه قرار دارند. لذا تاریکی های باطنی را هم آدم نیت کنه، تاریکی هایی که ما نمیبینیم، تاریکی های خرد، تاریکی هایی که سبب گمراهی میشن، تاریکی های گمراه کننده، گمراهی ها تاریکن، شرک تاریکیه، کفر تاریکیه، گناه تاریکی هن، معصیت ها تاریکی هن، گناهان تاریکی هن. چرا یکی نفر به اعتیاد پناه میبره؟ تاریک نمیدونه که آرامش در ذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. چرا نفر به مشروبات الکلی پناه میبره؟ چرا یکی به کریستال پناه میبره؟ چرا به گناه و موسیقی پناه میبره؟ چون نمیدونه داره برای خودش، یعنی از بیماری به بیماری پناه میبره، از یک بیماری به بیماری سخت‌تر پناه میبره، از یک مصیبت به مصیبت سخت‌تر داره پناه میبره. این تاریکیه. تو تاریکی آدم نمیدونه، سیم لخته هم دست میزنه. تو تاریکی ممکنه بچه‌ش حملت بکنه. تاریکی خطرناکه. و تاریکی، منظور از تاریکی اون گمراهی ها، تاریکی ظاهر، تاریکی دل، تاریکی باطن، پریشانی ها تاریکی هن، سرگردانی ها تاریکی هن، فقرها تاریکی هن. از انواع تاریکی ها انسان به الله پناه ببره. تنها این تاریکی ظاهری شر نیست. و من شر النفاسات فی العقد، و از شر اون نفاسات زنانی که سحر کننده هن. یک معنی اینه که این نفاسات، دوباره تکرار میکنم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ام المؤمنین روایت میکند که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم این مرتبه احساس کسالت کرد و گاهی کاری را که انجام داده بود گفت من شاید انجام ندادم. بعد به ام المؤمنین میگه به من گفت که نگرانی دارم. دعا کرد، ولی عجیبه، اینجا دقت کنید، تو صحیح بخاری آمده، خیلی نکته فرمود دعا کردم
بعد فرمود دعوتو و دعوتو، خوب دعا کردن، مرتب دعا کردن. یعنی یه بار نه، معلوم میشه که تکرار کرد رسول الله دعا را، با جدیت دعا کرد، تضرع کرد. یا الله این چه حالتیه؟ و میدونید رسول الله معلم ماه، معلم بشریته، آموزگار زندگی آن حضرت، راهنمای زندگی، پزشک زندگی ماه، رهبر ماه رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه شؤون زندگی. دعوتو و دعوتو، دعوتو و دعوتو، خوب دعا کردم، سپس دعا کردم، بازم دعا کردم. ما یه بار دعا میکنیم ترک میکنیم ها؟ رسول الله فرمود دعای مسلمان رد نمیشه مگر اینکه شتاب زدگی داشته باشه. معلم یستعجل. رسول الله مال استجال، شتاب زدگی چیه؟ فرمود شتاب زدگی اینه که میگه دعوتو دعوتو فلم ارى یستجاب لی، ندیدم که برای من قبول بشه. فیدعو دعا را رها میکنه. تو دیگه دری مگه پیدا کردی؟ دیگه نسخه پیدا کردی؟ دیگه دوستی پیدا کردی؟ دیگه پناهگاهی داری؟ مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه این شعر زیاد میخوند. این روز مولانا عبدالحمید هم تکرار کرد در جلسه اساتید که جز یاد الله آرامش نیست. به علما گفت، به ما گفت هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، هر جا بری مشکلی هست، گرگریزی بر امید راحتی، پیشت آید از همانجا آفتی. ولی اون دروازه‌ای که هیچ خطر ندارد، اون پناهگاهی که هیچ خطر ندارد، اون الله. لذا رسول الله فرمود دعوتو من دعا کردم. بعد دعا کرد و شبی خواب دید. خواب انبیاء روشنه دیگه. دوتا شخص آمدن، دوتا ملک و یکی بالا بر بالین و یکی قسمتای پا، گفتن که ایشون چی شده؟ اون دیگری گفت که ایشون، یکی پرسید چی شده؟ گفت سحر کردن. کی سحر کرده؟ گفتن که یکی سحر کرده، لبیده ابن اعصم، اونم به کمک دخترانش سحر کرده بود. سحر گناهی عظیمیه، گناه کبیره. مجازات ساحر طبق حکومت اسلامی باشه یعنی اعدامه، خطرناک است. البته از سحر تا سحر هست. ببینید که بسر سحرش چی پیش آمده. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم خواب را برای ام المؤمنین تعریف کرد و فرمود که این دست چطوری سحر کردند که یه بچه جوانی بوده پیش رسول الله آمد کرده، شانه رسول الله را گرفته و چند تا تارمو و اینا داده به اونا چیزی که اون افسونهای خاصی دارن که در حالت ناپاکی میخونن و اینها را گذاشته بود تو خوشه خرمای نر و اون را تو چاهی چه به نام چاه زروان. اونجا رسول الله صلی الله علیه وسلم اونجا تشریف بود با صحابه خصوصی و این سوره 11 تا آیه داره. این دوتا سوره 11 تا آیه دارن. 6 آیه سوره ناس، 5 تا 11 تا گره بود. حضرت میخوند و گره یکی باز میشد و حضرت صلی الله علیه وسلم راحت شد. ام المؤمنین گفت یا رسول الله، صحابه پرسید یا رسول کیه که این حرکت کرده؟ تمام برخورد کنیم و تمام نابودش کنیم. فرمود الله مرا شفا داد، من نمیخوام یکی را عافیت و آزار برسانم. این اخلاق عالیه رسول الله صلی الله علیه و سلم. بدی سهل واسد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا. این سیره مبارکه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد، و از شر اون حاسدانی که حسد میکنند. حسد انسان را کر و کور میکنه. حسد نتیجهش تکبره، خود بزرگ بینیه، خود را بهتر میداند و زورش میاد که دیگری مشهور بشه. اگه مشهور پولدار، زورش میاد دیگری پولدار بشه. گاهی بر جمال یکی، گاهی بر کمال یکی، گاهی بر مال یکی، گاهی بر اهل یکی حسد میورد. حضرت رسول فرمود که اولین گناه، نخستین گناه که در آسمان انجام گرفت و نخستین گناه که در زمین انجام گرفت کدوم بود؟ حسادت بود.
شیطان حسادت که گفت من بهترم، تکبر اونه و استکبره، تکبر نتیجهش حسده، استکبره و کان من الکافرین و حسادت کرد بر آدم. و من چطوری اینو سجده بکنم؟ من بهترم، من سابقه دارم، من از آتشم، این از خاکه. افتخار کرده اون ساخت خودش و به عبادت خودش و به گذشته خودش. و دومین هم که حسد در دنیا اتفاق افتاد، قابیل بود بر حابیل برادرش حسادت کرد. حالا جریان چی بود؟ به هر حال قرآن میگوید که این جریان همین بود که قربانیش قبول نشد. قابیل ضد دینی بود. گاهی بر دین انسان هم یکی حسادت میکنه، بر عزت انسان بعضی حسادت دارن و بدترین گناه. حاسد خودش در رنجه، حاسد خودش در بدبختی و فلاکته. از صحابه نقل شده که برای بدی حاسد همین کافیه که خودش در میسوزه و در میمیره، تحمل نداره. این چرا مشهور بشه، این چرا مطرح بشه، این چرا پولدار بشه، این چرا ماشین خوبی داشته باشه، این چرا خانه خوبی مجللی داشته باشه. من از چند مدت دارم کار میکنم ولی من نتونستم کلبه‌ای بسازم، این داره آپارتمان میسازه. یارم و الله دیگه. علاج حسد چیه؟ علاج حسد اگر این ما خودمون دچار حسد باشیم اینه که برای او دعا کنیم، بر نفس فشار میاد ولی الله را خوش کنیم. علاج حسد چیه؟ تصور کنیم که من دارم بر این حسادت میکنم، من در واقع دارم بر خدا اعتراض میکنم، خدا این را بهش داده که من کیم. و باید فکر کنه که تو را هم چیزای دیگری داده الله. اگر به اون چیزی داده به تو هم یه چیز دیگری داده، سلامتی داده، ایمان داده، سرمایه داده و خواهد داد. چرا من بدخواه او باشم؟ خیرخواه باشیم. و اگر حسادت بشه ماشاءالله بگیم، تعریف کنیم جلوی، ماشاءالله لا قوت الا بالله، الله مبارک بگردانه. دل نمیخواد، زبان کلمه ادا نمیشه ولی بر نفس فشار بیاوریم. انشاءالله این اخلاق اسلامی زنده میشه. به هر حال و من شر حاسد اذا حسد. به هر حال این سوره بود. سوره بعدی را میخونیم. قل اعوذ برب الناس، به رب مردمان. تکرار شده، ناس 3 جا تکرار شده، 5 جا تکرار شده. بعضی لطیفه گفتن ناس اول کودکانن، ناس دوم جوانانن، ناس سوم پیرمردان و سال خوردگانن، ناس چهارم صالحینن و ناس پنجم هم که آدم های شرورن. رب همه اینا کیه؟ الله. ملک اینا کیه؟ الله. قول بگو اعوذ برب الناس، به رب و پروردگار همه مردمان من پناهنده میشم، پناه میبرم. ملک الناس او که پادشاهه، او پادشاهی بی اختیاری نیست مانند ملوک دنیا. او بر همه چیز قابضه، بر همه چیز قدرت داره. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. پاک اون ذات که اختیار هر چیز، پادشاهی هر چیز فقط در دست او، همه چیز فقط در قبضه اوست. نه اینکه در قبضه اوست کمی و کمی در قبضه دیگری است، همه چیز در قبضه اوست. انبیاء محتاج او، اولیاء محتاج او، ائمه محتاج او، صالحان محتاج او، دوستانش محتاج او، دشمنان هم محتاج او. بخواهد رزقشون قطع بکنه فوری میمیرن. الله آزمایش کرده، از آزمایش میکند، فرصتی به بعضی هم میداد. ملوکیت ها، پادشاهی های، اختیارات موقت به یکی میده ولی ملک اصلی الله و مالک الملک الله. اله الناس، معبود را هم تعریف کردیم که معبود آن است که اله یعنی معبود، ذاتی که عبادات فقط برای او اختصاص دارد. و عبادت ها چی هستند؟ بارها تکرار میشه. عبادت های قولی، دعا، ندا، حمد، این ویژه الله، برای مخصوص الله. عبادت های قولی فقط از آن الله. التحیات لله همینه. و الطیبات عبادات بدنی، التحیات لله. و صلوات عبادات بدنی مثل نماز، روزه، این فقط برای الله گرفته بشه. رکوع برای الله، سجده برای الله، طواف فقط گرد خانه الله، دیگه جای طواف جایز نیست به عنوان عبادت. و
عبادت سومی عبادت مالی، نظر، خیرات، فلان کار من درست شد، من گوسفندی میکشم، پولی خرج میکنم فقط برای الله. عبادت چهارم را هم گفتن عبادت های قلبی، یعنی محبت نهایی فقط با الله، یا خوف نهایی فقط برای الله. و خافون ان کنتم مؤمنین فلا تخافوهم، نترسید از مخلوق، نترسید از دشمنان. و خافون ان کنتم مؤمنین، اگر واقعا مؤمنید فقط از من بترسید. ما فوق الاسباب، فقط از الله باید ترسید. اگر ترسیدن ظاهری هست اون خوب بستگی داره به اون یقین انسان که به هر حال، ولی ممکنه یکی پریزی بکنه، فراری بکنه، اما بداند در این حال که میترسد اگر الله بخواهد مرا از دست این نجات میده. تو چاه باشم یا روی درخت گیر کرده باشم، تو مبین که بر درختی یا به چاه، تو مرا بین که منم مفتاح راه. تو کجا گیر کردی؟ تو چاه گیر کرده ای؟ تو برای درخت گیر کردی، تو مرا بین که منم مفتاح راه. دست الله قادره، اگر الله مشیتشه منم اینجا میتونه، این نمیتونه مرا بکشه. اگر الله قادره، الله مرگ مرا اینجا مقدر کرده، شهید میشم. ولی یقین به قدرت الله باشه. برحال اله اینه که یعنی خوف نهایی، ترس نهایی، اون درجه کامل ترس 100% فقط از الله، خصوصا ما فوق الاسباب. و محبت هم باید محبت نهایی هم با الله باشه، چنان که میفرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، آنهایی که ایمان دارن به الله اون بالاترین درجه محبت را به الله اختصاص میدن. ذاتی که این چیزها مخصوصش هستن و لذا این ذات معبود، این الهه. لذا هر یکی از این عبادات چهارگانه را نسبت به یکی انجام بدیم، او را در الوهیت الله شریک کرده. او شرک، و شرک ظلم عظیمه. ان شرک لظلم عظیم. من شر الوسواس، لذا این اوصاف الله هستند و میفرماید که رب الناس، رب الله، ملک الله و اله الله، و من شر الوسواس، از شر وسوسه. اون سوره برای آفات ظاهری بود، برای حفاظت از آفات، بلیات، خطرهای ظاهری و مرئی و بعضی ها نامرئی هم. اما این سوره خطرات معنوی، خطرات ایمانی، خطراتی که ایمان را تهدید میکنه. من شر الوسواس، اون کیه وسواس؟ این شیطانه، ابلیسه. خناس چرا گفت به شیطان؟ در حدیث آمده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان شیطان جاثم علی قلب بنی آدم اذا ذکر الله خنس و اذا غفل وسوس. شیطان زانو زده، سنگر گرفته. کجا؟ روی دل انسان. اینجا میاد سنگر میگیره. جاثمون، زانو زده، محکم سنگر گرفته. اذا غفل وسوس، همین که غافل شد تیر وسوسه را شلیک میکنه. و اذا ذکر، همین که بنده یاد کرد الله را، خنسا، شیطان عقب نشینی میکنه. لذا عزیزان گرامی، ما ذاکر باشیم، یک وقتی تعیین کنیم برای ذکر الله، مخصوصا در این زمان. و یکی از اذکار را یا استغفار را یا لا اله الا الله که بهترین ذکر است، این را به زبان خودمون بچسبانیم و عادت بدیم و ورز کنیم. اگر غفلت شد دوباره ذکر کنیم، به دل ذکر کنیم. دوان خسته شد به دل ذکر کنیم. الخناس الذی یوسوس، آنکه وسوسه می اندازد، القا می کند در صدور الناس. چه وسوسه های انسان را دچار وسوسه میکنه. من الجنة و الناس، هم از مردمان، هم از ناس، هم از جن، هم از ناس. جن ها دیده نمیشن، مردمان دیده نمیشن، ولی گاهی گاهی به زبان شیطان از زبان مردمان حرفایش میزنه. شیطان یارانی دارد. اینا را میگه عبالسه، ابلیس های جنی و ابلیس های انسی. ابن القیم رحمه الله مطلب بسیار جالبی بیان کرده که شیطان 6 تا گردن انسان را میلغزاند. 6 تا گردن میگه، گردن میره ماشین عبور میگه بالا، از همونجا سقوطش میده. 6 تا گردن درست کرد. یک، اولینش اینه که در توحیدش خراب میکنه، عقیدهش خراب میکنه، او را دچار کفر و شرک میکنه.
از اینجا نجات یافت، نور توحید نصیبش شد، از شرک و از کفر نجات یافت. حالا گردن دوم کجایی که سقوطش میده؟ بدعات هست. بدعات کارهایی هستند که انسان آنها را ثواب میدانند پیغمبر نگفته، از طرف خودشون درست میکنند رسم و رواج و میگند که ثوابه. کی گفته؟ پیغمبر گفته، رسول الله بیان کرده، علمای راسخین فی العلم استنباط کردن، رسم و رواجی را افتاده به نام دین. بدعات اینا رو میگن، نوآوری ها. کل بدعت ضلاله، رسول الله فرمود هر بدعتی گمراهیه و گمراهی ها انسان را به جهنم سوق میدهند. دو، از اینجا نجات یافت، نور سنت رسید، با نور سنت از بدعات نجات مییابد. حالا گردن سوم چی باید باشه؟ گناهان کبیره، موبقات اینا رو میگن، مثل سحر، جادوگری، قتل، تکبر، نافرمانی پدر و مادر، خوردن حرام، ربا، سود بانکی، ربا، گناهان کبیره هستند. گناهان اینا را موبقات یعنی مهلکات میگویند. امام غزالی هم در احیا اینا را تحت عنوان موبقات ذکر کرد و در حدیث هم اجتنبوا سبع الموبقات، اون گناهان سنگینی را که موبقات نفسانه من جمله که عرض کردن شرک و اینا هم هستند. و اگر از گناهان کبیره نجات یافت، از این گردن کامیاب شد، راننده ماهر و متخصص میدونه که این گردنه با کدام دنده حرکت کنم، به چه سرعتی حرکت کنم، چطوری بپیچم. ولی خیلی از تو گردنه سقوط کردن، خیلی ها رو سقوط میده شیطان. اینهایی که میبینیم گرفتاران گناه و معصیتن، یا ما خودمون بشیم حتما لغزونده ما را، علیاذ بالله، پناه به الله، از طریق وسوسه ها میاد. اگر اینجا هم نجاتیت تو گناه صغیره گیرش میده، گردن گناه میگه این گناهان کوچکند باقی نیست، اینا را انجام بدن. از حکیم علومت مولانا اشرف علی کسی پرسید حضرت این گناه کوچکه نه؟ فرمود خیلی خوب، کبریت هم آتشش کوچکه، اینو تو بدن به لباسایت ببینم چی میشه. میسوزه نه، همه را آتش میده. گناه کوچک همجوریه، وقتی گناه زیاد بشه تکرار بشه می کوچک بزرگ میشه، همین میبره تو را به گناه بزرگ. همین خاطر ما عرض میکنیم اهل معذرت میخوام، شاید بعضی عادت سیگار دارن، همین سیگار میبره بالاخره بگاهی به دودهای دیگه میرسونه. اینجا آرامش نمیابه، دوست نابابی میاد بهش میگه اونا یک کمی استفاده کن، زیاد نه، اندکش اشکال نداره، میگه اما اندک هر که با ناراستان هم سنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. اون در واقع شیطان او را آورده بهش فایده نشون میده. عزیزی الله مغفرت کند، نیت کرده بود ترک اعتیاد را و اتفاقا بعد مریض شده بود، خدمتش رسیدم و منم تشویق کردم. 2-3 نفر دیگه آمدن، اون با چه جرأتی گفتند که شما او چون میشناختن، آقا این مدتی همراهت بوده اینه ترک کردی، همینه دیگه تو مشکل افتادی. یه مرتبه گفتند، من صبر کردم، دیدم عجب جرأتی دارن. بعد من دیگه شروع کردم حرفم را، دیگه الحمدلله ساکت شدم. گفتن این وسوسه شیطانیه، شما چی میگید؟ بعدم دیدی، بعدم از دنیا رفت. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. ولی چرا انسان گناه رو به قبر ببره؟ چرا اعتیاد رو به قبر ببره؟ چرا عادتهای بد رو به قبر ببره؟ چرا اینجا ترک نکنه؟ به هر حال چند تا شد؟ گناه صغیره. اگر اینجا هم نجات یافت، از این گردن رد شد، حالا چی؟ حالا شیطان چیکار میکنه؟ تو گردن پنجم میگذاره. اون چیه؟ تو مباحات، کارهای جایز اینقدر مشغولش میکنه که فرصت نیکی پیدا نمیکنه. به طور مثال میره از این یک مفتی میپرسه، آقا جناب مفتی من میگم خانه چند طبقه بسازم یا فلان کارو بکنه، یک چیز جایز اشکال نداره. از عالم میپرسه جایزه، مباح یعنی جایز، ولی اینقدر تو مباح پیش میره، اینقدر هزینه میکنه که نسبت به آخرت اندکی هم نمیکنه، یا میکنه فقط زکات میده. شیطان او را از او را چی باز میده، تو مباحات گیر میدهند
که این دیگه به کارهای مهم نپردازه. و گردن ششم کجایی؟ گردن ششم ابن القیم رحمه الله عارفه، میگوید که گردن ششم اینه که او را به مفضول مشغول میکنه، از افضل محروم میکنه. مفضول یعنی چی؟ یعنی کاری که درجهش کمه، کاری که ثوابش کمه. یک مرتبه من مدرسه مشکلات داشت و به سفر عمره میخواستن برند و مولانا فرمود که شما بعضی پول عمرهتونه به فقرا و مدارس و خیلی از انسانایی که ازدواج نکردن بینا برید و بالاخره بعضی خانوادگی بچه های کوچک کردن آقا سالی 2 مرتبه عمره. بعضی گفتم که نه بگذارید ما عمره هم بکنیم و این کار هم میکنیم، ولی او چقدر درون از این نمیکنیم. مولانا گفتم مولانا شما بگید. مولانا هم گفته بود، ولی به هر حال مولانا بعد فرمود که اینا که حرف قبول نمیکنه، همون که میل دلش همون نمیکنه. لذا بسا شده که ما یک کاره که فضیلتش کمتره اونم میکنیم، اونی که فضیلتش بیشتره اونم نمیکنیم. اینجا شیطان خوش میشه، میگه اگر نتونستم این دوچار شرک کنم، دوچار کفر کنم، دوچار بدعات کنم، گرفتار گناهان کنم، ولی یک کار کردم زار صغیره و کبیر، حداقل اینقدر مشغول کردم که این دیگه نتونست. لطیفه هست، میگن یه مرتبه بزرگی بود شیطان را دید و یا تو خواب دید، گفت که تو تا حال تونستی بر من تاثیر بگذاری؟ و یه مرتبه بله. گفت چطوری بگو؟ من که خیلی مواظبم، آیاتم میخونم، معوذتین نمیخونم. گفت که یه مرتبه دعوتی که شاگردانت بودی، اونم غذای خوبی پخته بود و تعارف میکرد، این قسمت بخور نرمه، این خوبه، بعد شیرینی آورد و بعد فلان آورد و بعد فلان، تو هم میخوردی خوب به خاطر اینکه او خوش بشه. بالاخره شکم سنگین شد، دیر خوابیدی، بالاخره خواب رفتی و تهجدت ترک شد یا کمتر شد. اونجا من کف زدم که امروز یک کاری کردم، اگر دوچار گناهش نکردم ولی دوچار از افضل محرومش کردم. بعد ایشون میفرماید که بعضی انسان ها هستند خیلی موفقند، خیلی در پرتو راهنمایی الله حرکت میکنند، مواظب لحظات زندگیشون هستند. اونا حتی از این گردنه هم عبور میکنند، در هر کار استخاره میکنند، همیشه رجوع الله میکنند، همیشه از الله خیر میخواهند، قبل از هر کار متوجه الله هستند، آغاز هر روز متوجه الله هستند، برای خود برای اطرافیان خود. علامه سید ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه میگه مادرم فوت کرد، بیبی میگفت که من هر روز برای تو استخاره میکنم، یا الله امروز فرزند مرا از هر لغزش محفوظ بدار و هر دروازه هر خیر را به روی او بگشا و موفقش بدار. و شما برای فرزندان خودمون هم دعا کنیم. چطوره؟ به کاسبی میرن، به درس دانشگاه میرن، به مدرسه میرن، هر جا میرن. پدرم الله مغفرت کنه، من طلبه هم نبودن، به من گفت قبل اینکه وارد دبیرستان میشی فل سوره الحمد بخون، فل سوره رو بخون، الله مغفرتش کنه. وقت من نمیفهمیدم که چیه جریان، ولی حالا که اینا رو میبینم، این آیات رو میبینم، بله. لذا الله تعالی حفاظت میکنه. وقتی انسان رجوع الله کنه، خدا را در پناه حق قرار بده. اینجا بعد ابن القیم جمله داره در تفسیر معوذتین کتاب نوشته، میفرماید که وقتی انسان این کار را بکنه، دقت کنه، یعنی خوب دیگه در راه گامزن شد، هدایت کامل رسید، شیطان چه کار میکنه؟ یجند علیه حزبه من الانس والجن، دشمنان انسی و جنی را علیه و مسلط میکنه. میگه بیایید این که دست ما در رفت، این سبب هدایت دیگران شده. یه عده‌ای علیه شورش میکنن، یه عده‌ای میخوان تخریبش کنن، یه عده‌ای صد راهش میشوند، ولی بعد میگه مومن چیکار میکنه؟ مومن خودش نمیبازد. هنالک المؤمن یلبس لعامة الحرب، مومن زره جنگ برتن میکنه. میگه شیطان تو میخوای مرا مشوش کنی، پریشان کنی، من اللهی دارم، حسبنا الله و نعم الوکیل، الله مرا کافیه، او پشتیبان منه، او کارساز منه، او همراه منه، و لذا خودش نمیبازد و حرکت میکند به جلو.
و متوجه الله می شود. از شر دشمنان را هم با اخلاق، هم با هدیه، هم با مقابله، جایی مقابله لازمه، جایی نرمش لازمه. با دشمنان اینجوری میکند گاهی مدارات، اما با دشمنان که نامرئی اند، یعنی دیدنی نیستند، خود را در پناه الله قرار میدهد. بدین طریق مسئولیت مییابد و محفوظ میشود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درود شریف بخونیم. نماز شما چنده؟ نماز شما 6، نماز ما که 6:15 ما میتونیم برسیم. معذرت میخوام طولانی کردیم، مجمع شما را دیدیم و علاقه و اشتیاق شما عزیزان را الله کنه که این درس را الله تعالی قبول کند. شما آمدید. به هر حال من خوندم تو مقام الله مولانا محمد عمر رحمت الله علیه یه جایی درباره فرموده بود، جایی که قرآن ختم بشه نور فراگیر میشه و جایی که با تفسیر و معنی ختم بشه اونجا نورش خیلی وسیع و فوق العاده فراگیر میشود. الله تعالی از نور قرآنی همه ما را بهره مند سازد. همیشه در یک درس قرآن مشارکت داشته باشیم عزیزان. حالا اینجا رسیدن شما مشکل، ما که اینجا هر یک شنبه هر بعد از مغرب اینجا این درس داریم. ان شاء الله از سوره الحمد شروع میکنیم دوباره. الله تعالی برسونه کجا میرسونه دست الله. به هر حال حالا شما در هر کجا، در مسجد خود، در هر جایی حتما پای درس قرآنی حتما بنشینید، یه درس قرآنی را حتما دنبال میکنید. حالا بهترینش همونه فضای حقیقی باشه، نشد حداقل فضای مجازی. اللهم صل علی سیدنا محمد و آل محمد و صحبه اجمعین. اللهم لك الحمد شكرا ولك الفضل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. اللهم ما أسمع بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وأري لها يا الله يا الله از این مجلس ما بهترین هدیه صلوات تسلیمات را یا الله و برکات را بر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم ابلاغ و نازل بفرما و تمام انبیاء و مرسلین یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الله نمیدانی بچه زبانی تو را شکر کنیم یا الله بر نعمتهای ظاهری و باطنی، بر نعمت ایمان، قرآن، رسول الله، بر نعمت یا الله خواندن قرآن، تلاوت قرآن، ترجمه قرآن و این ختم قرآن. اللهم لك الحمد و لك الشکر. ما که عرضه و قابلیتی نداریم، هر چی هست از فضل تو است، هر چی هست بخشندگی تو است، هر چی هست یا الله لطف تو است یا ارحم الراحمین. یا الله ما قابل هیچ نعمتی نیستیم یا الله. یا الله ولی رحمت تو وسیع است یا الله. تو یا رب العالمین نعمت ها را بدون قابلیت به ما عنایت بفرما، درجات کامل ایمان به ما عنایت بفرما، نعمت های ظاهری و باطنی یا الله، ترقیات دینی و دنیوی به ما عنایت بفرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. یا الله هیچ جای پناهی نیست، هیچ جای نجاتی نیست یا الله، هیچ روزنه‌ای نیست یا الله یا ارحم الراحمین. فقط امید ما به تو است یا الله. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. یا الله همه ما را مغفرت بفرما، حاضرین و غایبین را مغفرت بفرما، مؤمنین و مؤمنات را مغفرت بفرما، همه ما را هدایت بده، به کمال هدایت برسان، به کمال یقین برسان، به کمال اخلاقی برسان یا الله. یا الله معرفت و محبت خود را نصیب ما بگردان، ما را بساز یا الله، ما را طبق رضای خودت بگردان، ما را آن بگردان که تو از ما خوشی یا الله. ما را از شر آفات و بلیات تمام جنی و انسی حفاظت بفرما، از آفات ظاهری و باطنی حفاظت بفرما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال و الاکرام یا ذا الجلال و الاکرام. یا الله ما یا الله به وسیله همین سوره یا الله به تو پناهنده می شویم. همه یک بار بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يلا خضرة وخانواده‌های خضرة ونسل‌های بعدی خضرة یا ارحم الراحمین و گذشتگان خود را هم از عذاب دوزخ و از عذاب هایی که یا الله برای گناهان بیان شده و از تمام تهدیدات اخروی و خود را از تهدیدات دنیوی و اخروی از خطرهای دینی و دنیوی خطرهای کوچک و بزرگ از شک شرک و کفر و از بدعات و از گناهان کبیره و از صغیره و از تشخیص نادرست یا الله و دنبال کاری بریم که بهترش از ما فوت شود یا رب العالمین. ما یا الله خود را از همه آفات و بلیات و نامطلوبی ها در پناه تو قرار میدهیم یا الله. ما الله پناهنده تو میشویم یا الله. حکومت ها پناهندگی را قبول میکنند، سرداران و ریش سفیدان گاهی پناهندگی را طبق استعداد خود قبول میکنند یا الله. یا الله تو جار المستجیرینی، تو پناه بی پناهانی، تو پناه پناهندگانی یا الله. تو پناه کسانی که هیچ پناهی ندارند یا الله. خود را تمام مسلمین و مؤمنین را و ایمان خود را در الله در پناه تو قرار میدیم. دین خود را و حسن عاقبت خود را یا الله ما را در پناه خود قبول بفرما، به ما پناهندگی عنایت بفرما یا جار المستجیرین یا امان الخائفین یا ارحم الراحمین. مستقبل ما را، مستقبل عقیده و ایمان ما را یا الله تو تضمین بفرما، تو حفاظت بفرما، تو به عهده بگیر یا ارحم الراحمین. یا الله یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. این کلمات در حدیث آمده. یا حی یا قیوم بگیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا بدیع السماوات والارض. ای پدید آورنده آسمان ها و زمین بدون مثال و بدون ماده بدیعینه یا ذا الجلال والاکرام. ای صاحب عظمت و بزرگی یا الله مردم بی دفاع غزه را و فلسطین را در پناه تو قرار میده و الله از درگاه تو میخواهیم، از تو میخواهیم یا الله حفاظت را، الله هدایت را، مغفرت را برایان مقدر فرما یا الله. این ابرقدرت امریکا وتو کرده این حمله را و این جنگ را و این آتش بس را وتو کرده و گفت باید زده بشن این مردم و باید نابود بشن و تلفات نزدیک به 20,000 رسیده. زنان بی دفاع، بیماران در بیمارستان، کودکان ضعیف و بی دفاع کوچکی که نمیدانند جسمن جلوی ما یا دوسته مگر زمانی که نفله بشود. سبحان الله. زنان کودکان را خداحافظی میکنند و میبوسند که شاید لحظه بعد شما از ما جدا بشی یا ما از شما بشیم جدا. یا الله این وضعها را نمیتوانیم انسانها را تماشا کنیم، نمیتوانیم حکایت کنیم، نمیتوانیم بازگو کنیم. یا همه ما در یک امتحان قرار گرفتیم. حکام، وزرا، ثروتمندان، قهرمانها، مسلحان، نیروهای مسلح کشورهای اسلامی وضعیت عجیبی، امتحان عجیبی پیش آورده الله. تو الله در این امتحان یا الله مسلمانان را کامیاب بگردان یا الله. یا الله مسلمانان را غیرت بده، مسلمان حمیت بده، مسلمانان را حرکت بده یا الله. آنچه از مسلمانان میخواهی یا الله مسلمانان را برای آن آماده بگردان. مسلمانان را توبه نصیب فرما، رجوع خالص نصیب فرما. ما کوتاهی کردیم در عمل بدین، در امر بالمعروف، در نهی المنکر، در تحصیل تقوا، در خدمت بدین، در رجوع الی الله، در تلاوت قرآن، در عمل به قرآن، در تبلیغ قرآن، در تعلیم قرآن. یا الله همه ما را
و مردم غزه و مردم فلسطین را معاف بفرما. یا الله نصرتی نازل فرما، نصرتی نازل فرما، حفاظتی نازل فرما. یہ نصرت تو ہمانے کے استحقاق کسی دارد، یہ نصرت تو ہمانے کے لطف بھی کنی و منت بھی نہیں، منت بھی نہیں. یا اللہ نصر تفضلی نازل فرما. اے اللہ بزرگ حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری می فرمود یہ نصرت الہی همون استحقاقی ولی یکیش تفضلیه. الله میبیند که این عملشون ضعیفه، خودش نصرت میکند. یا الله ما را از یهود غاصب و یهود ظالم نجات بده. یهودی هایی که یهود معتدل هم از شر آنها دارند فریاد میکشند. یا الله از شر نصارای ظالم حفاظت بفرما. یعنی بهتری به ما نشان بده، فتح و فیروزی نشان بده، حفاظت نشان بده. اللهم ارنا، یالا به ما نشان بده عجایب قدرتک، شگفتی های توانایی خود را. فی ظالمین، در ظالمینی که هدایت بشون نیستند. یا الله نشان بده عجایب قدرت خود را، شگفتی های قدرت خود را، الطاف خود را در نجات این مردم غزه. یا الله تو نشان بده. انهم لا یعجزونک، آنها تو را ظالمان عاجز نمی کنند، تو را به سطوح نمی آورند، تو را ناتوان نمی کنند. تو توانایی. و سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. یا الله آبروی ما داره میره، تو اسلام را و مسلمین را آبرو بده، اسلام و مسلمین را عزت بده. یا الله اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها و ما بطن. یا الله اینا ایمان ما را نشانه گرفتند، اینا یا الله قرآن ما را نشانه گرفتند، رسول الله را نشانه گرفتند، هدایت را نشانه گرفتند، ایمان نسل بعدی را نشانه گرفتند، اخلاق ما را نشانه گرفتند. یا الله این اعتیادها، این شرابخوری ها، این غفلت ها، این ناآبادی، این بیرونقی نمازهای فجر، همه از یا الله از شر شیاطین انسی و جنیه. یا الله تو خود هدایتی بیاور، تو مجددینی را ظاهر فرما، تو مصلحینی را ظهور بده، تو تحولاتی بیاور. یا الله در همه کشورهای اسلامی هدایتی بیاور. الله در میان جوانان، کودکان، زنان، نسل‌های آینده. یا ارحم الراحمین، یا الله ما را اهل مسجد بگردان، اهل قرآن بگردان، اهل دین بگردان. والدین ما را مغفرت بفرما. یا الله اساتید مشایخ ما را مغفرت فرما، اساتید قرآنی ما را درجات بلند بفرما. استاد ما مولانا عبدالعزیز را درجات بلند بفرما. بانی کارهای خیر در این مسجد بود و نسل ایشان را، شاگردان ایشان را، دوستان و جانشینان ایشان را بر راه حق و راست الله گامزن بگردان. یا الله علما و بزرگان ما را یا الله پیشوان دینی ما را برکت بده، تقوا بده، زهد بده، موفق بگردان در راهنمایی، در خدمت، در ارشاد، در هدایتگری و حفاظت بفرما. یا الله به تو فنا از شر هر مخلوق و به تو فنا از شر توطئه‌گران، از شر یا الله کسانی که مکر دارند، از شر ماکرین، از شر فاتنین فتنه درست میکنند، از شر ظالمین، از شر مستکبرین، از شر همه ما را در پناه خود قرار بده. یا الله دعای ما را قبول بفرما. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل محمد. یا الله فرزندانی که گرفتار اعتیادند، پدر و مادرانشون پریشانند، یا الله اونا را هدایت بده، توفیق ترک اعتیاد بده. بعضیها یا اولاد دارند و هنوز اینا در گرفتار اعتیادند. یا الله تو قادری، یا الله تو صورتی پیدا بفرما. یا ارحم الراحمین توفیق توبه بده، نورانیتی در قلب ما ایجاد بفرما. ما را از آن خود بگردان، تو از آن ما باش، ما را لحظه لحظه راهنمایی بفرما، قدم قدم دستگیری بفرما. واقعیتا که واقعیت الولید، معنی این دعا اینه الله منظور که یک بچه را چطوری محافظت میکنه مادرت، چطوری بچه را چگوری بداره. واقعیتا که واقعیت الولید، ما را یا الله بهتر از اون حفاظت بفرما. یا الله والدین ما را، گذشتگان ما را مغفرت بفرما، رحم بفرما. یا الله درجاتشان را بلند بفرما. یا الله مریضانی که در اینجا هستند، بعضی از عزیزان ما مریضند، بیماری جسمی دارند، بیماری سخت دارند، بیماری صعب العلاج دارند، یا الله همه را علاج فرما.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وإياكم. या अल्लाह हमें हमारा शिफा अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास इश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सकमा। या अल्लाह बीमारियां ज़्यादा शुदे नौबती खौसे برای پزشک گفتن شلوغه به خود پزشک تماس گرفتن شلوغه متابعه شلوغه این آفات ها این بلاها این بیماری ها را تقلیل بگردان. یا الله عافیت بده، ما را رجوع به کتاب بده، رجوع به این نسخه های معنوی نصیب بفرما، رجوع به صدقه بده یا الله، توفیق صدقه و خیرات بده. عزیزان بیماریات با صدقه دفع میشن، با دعا دفع میشن، با توبه دفع میشن. یا الله تمہارا موفق بگردان، زندانی های ما را آزادی نصیب بفرما. یا الله بیماران شفا عطا بفرما. یا الله مقروضان را قرضشان را ادا بگردان. یا الله مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مرا به قدرت خود حل فرما، بنبسا را دور بفرما، هدایتی در کشور ما در سایر کشورها بیاور. یا الله همه ما را رجوع صادقانه به سوی خود نصیب بفرما، سوء تفاهم ها را دور بفرما، به دشمنی ها و حسادت پایان بده. دعای ما را به اسم اعظمت قبول بفرما. یا الله به اسماء حسنایت قبول بفرما، به برکت ختم قرآن قبول بفرما. برای هدایت بده، زندگی آینده ما را بهترین زندگی بگردان، ما را ترقی بده. یا الله هر نوع ترقی دینی و دنیوی خوب نصیب ما بگردان و از هر نوع تنزل و قهقرا و پسراب یا الله ما را پناه بده، از هر نوع سقوط ما را پناه بده. یا الله علماء سقوط نکنند، اهل تبلیغ سقوط نکنند، اهل عرفان سقوط نکنند، و الله اهل دین سقوط نکنند، اهل نماز سقوط نکنند، گرفتار شبهات نشود. جوانان ما را، دانشگاهیان ما را، حوزه‌های ما را یا الله همه را یا الله جایگاه های هدایت نصیب بفرما. یا الله هدایت مراکز ما را مراکز هدایت بگردان، مساجد ما را هدایت بگردان، جوانان ما را نمونه تقوا و هدایت بگردان، نمونه پاکی بگردان. یا الله ما را هدایت بده، وسیله هدایت دیگران بگردان. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده من الجن والإنس. اللهم صل على النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين. آمين آمين برحمتك يا رب.